خدا سلام. به جلسه هفتم آموزش CSS خوش آمدید. در این جلسه قصد داریم در مورد قالب بندی متن صحبت بکنیم. ببینیم قالب بندی متن چیه. میدونیم که میشه با قالب بندی متن سبک، رنگ، تراز و بقیه موارد متن رو به دلخواه خودمون تعریف کنیم با خصوصیاتی مثل تکست کالر، رنگ متن رو عوض کنیم، یا خصوصیاتی مثل تکست الاینمنت، تراز افقی متن رو تغییر بدیم، یا لتر اسپیسینگ، ورد اسپیسینگ، حتی تکست دکوریشن. بقیه موارد میتونیم که اینجا آوردیمشونه به طور کامل میتونیم سبک، رنگ یا بقیه موارد متن رو تغییر بدیم. اجازه بدید وارد یه مثال عملی بشیم، ببینیم تغییر این خصوصیت ها روی تگ ها چه خروجی برای ما داره. یه تگ H1 گذاشتیم، یه تگ P، وارد استایلمون میشیم، بادی رو یه تصویر براش گذاشتیم و سایدش هم کاور کردیم، بک‌گراندشو. برای اچوانمون رنگ در نظر گرفتیم، تکست الاینمنتش رو سنتر کردیم، تکست دکوریشنش رو اوورلاین کردیم. برای پیمون تکست الاینش رو سنتر کردیم، تکست دکوریشنش رو دات کردیم، تکست ترانسفورمش رو لاور کیس کردیم. ورد اسپیسینگش رو بین فاصله بین کلمات رو 20 پیکسل گذاشتیم، فاصله بین حروفش رو 10 پیکسل گذاشتیم، ارتفاع خطمون رو 3 گذاشتیم. ببین خروجیمون چی میشه. الان اگه دقت کنید میبینید اینجا خط همون اووری که بالا گذاشته، خطی که اینجا نشون میده فاصله بین کلمات. ببینیم چقدر فاصله بین حروف 10 پیکسلی که گذاشته بودیم، 20 پیکسلی هم که برای فاصله بین کلمات گذاشتیم. وارد میشیم یه مقداری این خصوصیات رو تغییر بدیم. این اولا اون خط بالای اون نوشته داخل تگ اچوان ما تغییر میدیم و تغییرش رو میبینیم. اینجا مثلا سولیدش میکنیم، حروفش رو تکست الاینش رو از سنتر تغییر میدیم، مثلا لفت میذاریم، رایت میذاریم، چپ، راست. اینجا لفت تنظیم کردیم. ترانسفورمش رو تغییر میدیم و به تغییرات زیادی اینجا میشه رو داریم. مثلا لوور کیسش میکنیم، آپر کیسش میکنیم، حالا هر کدوم که مد نظر خودتون بود. اینجا آپر کیس میکنیم. تو تگ پی هم یه سری تغییراتی میدیم. تکست الاینش رو که سنتر بوده ان گذاشتیم آخر تگ، و تکست ترانسفورم میکنیم که لاور کیس بوده کپیتال لایز میذاریم. گزینه‌های دیگه هم که داره تغییر میدیم. میتونیم با تغییر تک تک خصوصیت ها خروجی های متفاوتی رو داشته باشیم. بعد سعی کنیم این خصوصیات رو تغییر بدیم و اون خروجی دلخواه خودمون رو ببینیم. فونتا رو تغییر بدیم، رنگ رو تغییر بدیم. داخل CSS تغییرات رو باید سعی کنیم انجام بدیم تا به اون خروجی دلخواه خودمون برسیم. سعی کنید که خصوصیت ها رو بشناسید، تغییرات مناسب رو انجام بدید تا اون خروجی مد نظرتون رو داشته باشین. خروجی رو با هم میبینیم که ورد اسپیسینگمون اینجا فاصله های بین خطوطمون اینو چپ انتخاب کرده بودیم اچوانو. بقیه موارد هم میبینید. امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو برده باشید. با تشکر از